مادر حریفت رو ارزیابی کن. اسم این فن رو میذاریم خایه‌های آتشین. شما در اینجا مهره سفیدی، پیاده E4 بازی میکنی، پیاده E5 بازی میکنه اون حریف دول مینیاتوریتون. شما در اینجا پیاده اولتون رو طعمه میکنید، پیاده رو میپذیره. شما در اینجا با اسبتون بازی میکنید، اون دور ژاپنی هم پیادهش رو میاره که مدافع پیاده دیگهش باشه. شما در اینجا با اسب دومتون بازی میکنید، پیادهش رو یه خونه میاره پایین که بگه من کیرگوزتر از این حرفام و اسبت رو تهدید میکنه. تو با فیلت بازی میکنی. چرا؟ چون اسبت کیرت هم نیست. کسته ننشون چرا؟ چون اینا مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت میکشیم. میذاریم اسبت رو بزنه، اسب رو میزنه، شما شاغله میکنی، پیادت رو میزنه. در اینجا اون دولفیس خارکسته فکر میکنه که خب دوتا اسب جلو افتاده، یه اسب و دوتا پیاده جلو افتاده.